زمین نفس کشید ولی خیلی ها رو خفه کرد. من مهدی شیرنگی هستم، اینجا ژئو مانیفست. در قسمت قبل دیدیم که اکسیژن توسط سیانوباکتری در اقیانوس تولید شد. اما چه اتفاقی برای این اکسیژن افتاد؟ اکسیژن که یک محصول زائد در فرایند فتوسنتز سیانوباکتری بود، در آب اقیانوس آزاد شد و با مواد معدنی محلول در آب مثل آهن واکنش نشون داد و اونو اکسید کرد. این اتفاق باعث شد جهان ما تبدیل به دنیای قرمز بشه. قبل از انتشار اکسیژن در زمین، موجودات بی‌هوازی سلطه مطلق داشتند. موجوداتی که یاد گرفتن بدون حضور اکسیژن زندگی کنند. اما این گاز برای اونها مثل یک سم مهلک بود. اکسیژنی که ما نفس می‌کشیم و مهمترین عامل حیات ما بود، تا 99% این موجودات رو از بین برد. با نابودی موجودات بی‌هوازی، مسیر برای تولد زندگی پیچیده‌تر باز شد و بعد با اتمام آهن محلول در آب اقیانوس‌ها و ادامه تولید اکسیژن، رفته رفته آب دریاها شفاف‌تر شد و به رنگ فعلی خودشون رسید. حالا زمین منتظر یک شگفتی بزرگ بود. با ورود اکسیژن به جو، زمین سورپرایز شد و اولین برف خودش رو دید. در قسمت بعد می‌بینیم که زمین چطور یخ میزنه. پس منتظر باشید.